حق شوهر همینه که وقت شوهر امر میکنه، امر شوهر را زن به جا بیاورد. نگه من کار ندارم، نگه برو دنبال کار خود، نگه برو خود تو انجام بده. این چنین نیه زندگی کردن. متاسفانه امروز فامیل ها به چه حالت قرار دارد؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر زنی که 5 وقت نماز بخوانه، هر زنی که روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد، هر زنی که عفت خود را حفظ نماید، هر زنی که اطاعت شوهر نماید، داخل بهشت می شود. بهشت جای همون زن مسلمانی که اطاعت شوهر خود می کند. زنی به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آید، میگه یا رسول الله من نماینده زنان هستم، من یک سوالی از شما دارم. خدای تبارک و تعالی برای مردان روزه را برای مردان جهاد را فرض کرده، میرن جهاد میکنن، اگر شهید شوند مقامشان بلند، اگر پیروز شوند جایشان بلند، مقامشان بلند. اما ما زنها چرا چنین حالتی داریم؟ رسول الله میگه شما بریم اطاعت شوهران خود بکنیم، چنین مقامی که برای مجاهدین داده میشه برای شما هم داده میشه. ای خواهر مسلمان، اگر مقام بلند میخواهی، بهشت فردوس میخواهی، بیا اطاعت شوهر خود بکن، اطاعت شوهر خود بکن تا الله سبحانه و تعالی تو را وارد بهشت نماید. دوم حقی که شوهر بالای زن دارد این است که زن باید حافظ مال شوهر خود باشد. شوهر میره بیرون دنبال کار و بر، اینجا زن باید حق شوهر رو به جا بیاره. چه کار کنه؟ باید از مال شوهر محافظت نماید. مالی که شوهر داره، فرزندانی که شوهر داره، خانه‌ای که شوهر داره، باید زن محافظت نماید. خدای تبارک و تعالی میگه فالصالحات قانتات حافظات للغیب. زنهای پاک دامن با عزت صالحه مبارکه زنهایی هستند وقت شوهر از خانه بیرون میشود متوجه خانواده و مال شوهر هستند. مال شوهر به بیجا مصرف نمی کنن، اسراف نمی کنن، به بیراهه نمی دهن. این حقیه که شوهر بالای زن دارد. سوم حقی که شوهر بالای زن دارد این است که زن باید همسر، باید شوهر خود درک نماید، درک کنه. شوهر بیچاره میره دنبال کار غریبی، شب خسته میایه به خانه. حالا زن مسلمان باید چه رویه‌ای داشته باشد؟ رویه عاشقانه داشته باشد. میگن عشق در اسلام وجود ندارد. درسته، عشق حرام در اسلام وجود نداره، ولی عشق حلال کلا در اسلام وجود دارد. عشق حلال با زن مسلمان، زندگی باید عاشقانه باشه. زندگی با تعصب سپری نمیشه. زندگی با جنگ کردن و با دشنام دادن یکدیگر سپری نمیشه. زندگی یک مسلمان عاشقانه باید باشه. زندگی پیامبر عاشقانه بود، بعداً بیان میکنم. زندگی امت محمد و رسول الله هم باید عاشقانه در مابین فامیل باشه. شوهر به خانه میایه، بسیار کار کرده، خسته شده، مانده شده. حالا بعضی از شوهرها بسم الله بسم الله به خانه میآیند از ترس زنهای بد اخلاق. خیلی زنها بد اخلاق هستن. ادعی شوهران خدا چنان آزار و اذیت میدن، چنان اذیت میدن. شوهر بیچاره خسته آمده به خانه، شوهر میگه السلام علیکم، زن چهره خود را میگردان. چنین زندگی میشه؟ این زندگی 4 روز دیگه سپری نمیشه. زندگی که باید عاشقانه باشه. ما روایات زیاد داریم، دستورات اسلام، دستورات قرآن خیلی زیاد هست. شوهر به خانه میایه، خواهر مسلمان یک لبخند در مقابل شوهر خود استفاده کنه. آیا میدانید خواهر مسلمان وقتی در مقابل شوهر میخنده، تبسم میکنه، فرشته‌ای که در خدای تبارک و تعالی بر ما گماشته حسنه نوشته میکنه، ثواب نوشته میکنه. وقتی در مقابل شوهر تو میخندی و بالاخره شاد هستی. اما وقت شوهر به خانه میایه، پینکش تو روش، عبوس، غمگین، خب این شوهرم که رنجهار کشیده، زحمتهار کشیده، عرق ریختانده، انا به خانه که این زن چنین حالت داره، زندگی نمیشه. خواهر مسلمان بیا حق از شوهر خود درست و صحیح به جا بیاور.
یه حق شوهرتونه که با او بخندی، مهربان باشی، تبسم داشته باشی. خدای تبارک و تعالی از حوران بهشتی چی میگه؟ میگه حوران بهشتی عربا اترابا. عرب یعنی عاشقانه. حوری که خدای تبارک و تعالی برای یک مرد میده، مرد مسلمان عاشق میشه به او، حور عاشق او شوهر میشه داخل بهشت. تو هم بیا عاشق شوهر خود داخل خانه باش. بیا صفت حوران بهشتی ای خواهر حور صفت در زندگی خود پیاده کن تا زندگی تو عاشقانه شود. آیا در فامیل، در خانواده مشکلات باشه، جنگ جدال، زندگی چند روز دیگه سپری نمی شود. بناهن حقی که شوهر بالای زن داره باید زن مسلمان شوهر خود درک کنه. شوهر میره عرق میریزانه، شوهر کار میکنه، شوهر زحمت میکشه، حالا زنم پینکش تروش باشه، سلام نده، جواب سلام نده. نه، چنین نمیشه. باید زن مسلمان لبخند، تبسم، امری که میکنه بر سر جان زن مسلمان بپذیرد. چهارم حقی که شوهر بالای زن دارد تربیت فرزندان شوهر. شوهر میره بیرون دنبال کار و بار، فرزندان به خانه، اینجا زن مسلمان متوجه فرزندان باشه. شوهر میگه زن فرزند خود را من به تو خلاصه گذاشتم، باید فرزند من را تربیت اسلامی بکنی. من که نیم، دنبال کار و بار هستم. خواهر مسلمان به خانه نشسته، فرزندش میره با بیجانشینان می نشینه، فرزندش میره بالاخره با افراد از خدا بیخبر می نشینه، اصلا هیچ توجهی نمیکنه. فردا که فرزند معتاد میشه میشینه گریه میکنه. چرا قوانین الهی از ابتدا در زندگی خود پیاده نکردیم؟ قوانین اسلام، قوانینی که باعث سعادت زندگی مسلمان هست، چرا پیاده نکردیم؟ بناهن حقی که شوهر بالای زن دارد تربیت فرزندان هست. پنجم حقی که شوهر بالای زن دارد اینه که زن باید خود را برای شوهر خود بیاراید، آرایش کند، آراسته کند، زینت دهد. امروز دیگه داخل خانواده و فامیل این دیگه شما از من بهتر میدانید چی حالات بر سر زنها میگذره. زن تا زمانی که به عروسی نمیره لباس کنه بر تنش. این را من میگم خواهر مسلمان، حق شوهر خود را ضایع کردی و پیشگاه الله هم مسئول هستی. لباس کنه بر تن میکنه، آرایش نمیکنه، خود را آراسته نمیکنه، خود را آرایش برای شوهر خود نمیکنه. چرا نمیکنی؟ من یک زن پرهیزگاری هستم. عجب پرهیزگاری! این پرهیزگاری نیه، این شکستاندن دستور الهی هست. زن میگه شوهر برای من پیراهن 10,000 بخر. چرا؟ عروسی فلانی هست. بر سر مرد خود، شوهر خود فشار میاره، شوهر بیچاره میره چنین کار میکنه. خب حالا که برای تو خرید، حالا دیگه بپوش تا شوهرم حداقل استفاده کنه. نه، اینو ما فقط به خاطر عروسی ها خریدم تا زنها مر ببینن. عجیب حالتی هست. تا زنهای دیگر مر ببینن زن فلانی بهترین لباس داشت، زن فلانی بهترین آرایش داشت. وقت داخل فامیل شوهر وقت نگاه میکنه طرف زن خود نگاه کردن نمیتوانه، از بسته که لباس همو قسم چتل بدون آرایش. خب شوهر بیچاره چه کار کنه؟ اگر نعوذ بالله من ذلک شوهر چشم چرانی میکنه، همون اندازه که گناه برای شوهر هست برای تو زنی که آرایش نکردی داخل خانه هست. باید آراسته باشی. اینو شریعت گفته. درسته آرایش نکن داخل کوچه و بازار، ولی شوهر بیچاره تو که حق دار. تو به خاطر چی از پول گرفته و بالاخره برای تو داده؟ تو هم داخل عروسی ها. تا زمانی که عروسی نشه شوهر بیچاره آرایش رو روی زن نمیبینه. فقط عروسی باید باشه، زنها مرا ببینن که من چنین حالتی دارم. ای خواهران مسلمان، چرا حقوق شوهران خود را ضایع میکنید؟ این حقیه که شریعت بر شما گذاشته. زندگی عاشقانه داشته باشیم. زن داخل خانه آرایش کنه، زن داخل خانه، البته آرایشی که شریعت اسلام جواز داده، زن داخل خانه لباس زیبا بر تن کنه، زن برای شوهر خود را آراسته کنه.
این شریعت مطهر اسلام بیان میکنه اجماعا. صلوات بلند. شیشم حقی که شوهر بالای زن دارد بدون اجازه شوهرش بیرون نشه. باید اجازه بگیری خواهر مسلمان. اگر اجازه نداد پس بر سر جای خود بشین. وقرن فی بیوتکن آیات مبارکه اشاره میکنه. خلاصه حقوق زن را هم بیان کردیم، حقوق شوهر را هم بیان کردیم. به نتیجه بحث اینه که باید زندگی زن و شوهر زندگی عاشقانه باید باشه.